روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 6 فوریه است. شما بیننده برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی هستید. آن را همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه کردند. حالا با موضوع اساسی این نشر شناس شوید. مقامات رسمی در تاجیکستان از نزدیک آمدن فرصت امضای سازشنامه مرزی با قرقیزستان خبر دادند، ولی نگفتند با چه شرط. در این سمت قدم‌های مهم گذاشته شدند و ما با نتیجه‌های نظرش نااعلام گردیدیم. جسد را آوردند، به کسی نشان ندادند و خودشان به خاک سپردند. خویشاوندان زندانی‌های کشته شده در محبس وحدت نمی‌دانند با نزدیکانشان چی گذشت. ترامپ و اظهاراتش درباره غزه بحث‌های نوی برپا کرد، چون خلاف با موضع گیری پیشینی کاخ سفید دانسته می‌شود. مقامات در تاجیکستان میگویند قرار است سازشنامه مرز دولتی با قرقیزستان به زودی امضا شود، ولی برای آشکار کردن جزئیات این موضوع آماده نیستند. یکی از سوال‌های اساسی خبرنگاران در نشست مطبوعاتی امروز به عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین جزئیات سازش با قرقیزستان همسایه بود. موضوع را شهلا عبدالله ادامه می‌دهد. تمام جزئیات حقوقی حجت‌ها برای عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین تاجیکستان گفت مسئله خط مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان روزهای نزدیک حل خواهد شد، ولی جزئیات بیشتر نداد که چگونه. او 6 فوریه در یک نشست خبری در جواب به سوال خبرنگاران پاسخی از قبل آماده کرده‌اش را خواند. می‌خواستم کوتاه معلومات تیار کرده هستم به سمع شما رسانم. همکاری‌های کمیسی‌های بین حکومتی و با اشتراک فعالانه کارشناسان مربوطه پیش می‌رود. در این سمت قدم‌های مهم گذاشته شدند و ما با نتیجه‌های نظرش نااعلام گردیدیم. حالا جانب‌ها برای ترتیب دهی رسمی حقوقی حجت‌ها فعالانه کار کرده ایستادند. با پرسش به تکرار خبرنگاران که سازشنامه نهایی کی امضا خواهد شد یا کوچانیدن ساکنان دو جانب در نظر است، جوابی دقیق نداد. در حقیقت زمین‌های پارچه در میان هم است. برای حل مسئله سرحد راست کردن، موافق کردن، این مسئله هم کاربری رفته ایستاده است. کار هم شده ایستاده است. به قبل و بعد انجام کارها در سطح تکنیکی و موافقه تمام جزئیات حقوقی، حجت‌ها برای امضا آماده شده تصمیم رسانه‌ای خواهد شد. حداقل این بار دوم است که رئیس کمیته زمین با پاسخی از قبل آماده کرده به نزد خبرنگاران آمده درباره مرز دو کشور جزئیات بیشتر نمی‌دهد. اما طرف قرقیزستان موضوع را بیشتر شرح داده رسانه‌ای می‌کنند. به نظر کارشناس نعمت الله میرسایدوف جانب تاجیکستان طلبات درباره خودداری از پخش معلومات عاید به مسئله مرز را رعایت می‌کند، ولی ناروشنی‌ها باعث نگرانی ساکنان شده است. البته در مسئله مرز بعضی معماها وجود داشتند که مردم حل آنها را انتظارند و حاضر نمی‌دانند که همون مسئله ها حل خود را یافتند یا نه. من در نظر دارم پیش از همه راه وروخ را، یعنی درباره آن که راه وروخ ساخته می شود گفته شده بود چندین مرتبه، ولی دقیق گفته نشده است که این راه از کجا می گذرد، راه حدود کی می شود. مردم از همین چیز نگرانی می کشند. اخیراً صادر جبارов رئیس جمهور قرقیزستان در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر اطلاع داد که مقامات دو کشور هنگام نشانه‌گذاری سرحد احتمال بعضی از شهروندان خود را کوچانند. به گفته او اگر کوچانیدن ساکنان منطقه‌های مرزی انجام نشود، محافظت سرحد مشکل خواهد شد. خودداری مقامات تاجیکستان از شرح موضوع در حالی است که روز 4 دکمبر سال گذشته در شهر بادکند راهبران کمیته دولتی امنیت ملی دو کشور گفتند که تاجیکستان و قرقیزستان مرزنگاری یا کشیدن خط سرحدی دو کشور را به پایان رساندند. سیمون نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتای او از قرقیزستان قمچیبک توشیف در پیام کوتاه گفتند که مشکل مرزی بین دو کشور به پرگی حل شد و اکنون آن در یک سازشنامه بین دولتی برای امضا به پرزیدنت‌های دو کشور پیشنهاد خواهد گشت. در گذشته این خط سرحد سبب جنجال و خونریزی شده است. همه دوره‌های گفت و شنید توپوگراف‌ها و هیئت‌های دولتی پس درهای بسته جریان گرفته، هیچ گونه تفصیلاتی درباره منطقه‌های بحثناک رسانه‌ای نشده است. تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز دارند. نامعینی در سرحد در سال‌های 2021 و 2022
سبب مناقشه خونین شد و از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. با گذشت 3 روز از حادثه در محبس وحدت همان سوالهای زیاد درباره آنچه که گذشت و شمار واقعی محبوسان کشته شده وجود دارد. مقامات دیگر این موضوع را به مطبوعات شرح ندادند و نزدیکان برخی محبوسان هم گفتند جسدها را به آنکه به آنها نشان دهند خود مقامات زود به خاک سپردند. همکارم علیشیر ظریفی از وضع خانواده در دوشنبه گزارش می‌دهد. نزدیکان بعضی از کشته شدگان در ناآرامی روز 3 فوریه در زندان شهر وحدت درباره مرگ آنها معلوماتی بیشتر ندارند. هرچند میخواهند جزئیات بیشتری حادثه را دانند. جمالدین حسنوف یکی از زندانیان کشته شده در حادثه روز 3 فوریه در زندان شهر وحدت در همین محله در محله سبای شهر دوشنبه بزرگ شده است. خانواده‌اش که امروز ماتم دارند نخواستند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند، ولی برخی از پیوندانش گفتند که شب که جسد او را آورده بودند زود دفن کردند. همصحبتان ما در این محله گفتند جسد را مستقیم به آرامگاه بردند و به مادرش اجازه ندادند او را ببیند. جمالدین حسنوف سال 2017 از افغانستان به تاجیکستان آورده شده به اطلاع بعضی همصحبتان ما با جرم پیوستن به گروه‌های افراطی محکوم به زندان شده بود. او 39 سال داشت و در گذشته به تجارت مشغول بوده است. بر اساس معلومات سرایوسط اجرای جزای جنایی چندی از زندانیان بعد از ظهور 3 فوریه در مؤسسه اصلاحی 3 کسر 2 معروف به محبس 6 در شهر وحدت با مقصد قتل و فرار به نگهبانان زندان حمله کردند. در نتیجه به معلومات رسمی 3 و غیر رسمی تا 7 محبوس کشته، چند کارمند زندان زخمی گشتند. سهراب حسنوف ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین از کشته شده‌های دیگر این حادثه است که سال 2019 با عیبنامه جلب شهروندان به جنگ در قلمرو کشورهای دیگر به زندان محکوم شده بود. مثلا جسد یامو داده مون گرفته بردگیان با همو نویامو با همو شرابات حتی پدرما وقتی که فیرودش کردن ساعت 12 دا حتی قور شکندگی بدهن مردم خلقی که مثال گپ در موجه داریم همسایو یگان آدم پیش اومدنی باندگی نیست. درباره شرکت کنندگان دیگری آشوب معلومات دقیق نشر نشده است و سرایوسط اجرای جزای جنایی نیز از دادن هر گونه معلومات خودداری میکند. سال 2019 نیز در زندان شهر وحدت آشوب سر زد که در آن حادثه 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شدند. تا ماه январи سال 2024 در زندان‌های تاجیکستان بیش از 13500 نفر و در بازداشتگاه‌ها زیاده از 1300 کس ثبت شده است. مقامات تاجیکستان در صحبت‌های رسمیشان از بهتر شدن شرایط زندان‌ها صحبت می‌کنند. دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجی آمریکا در ماه اپریل سال 2024 از حد زیاد بودن زندانی‌ها را در محبس‌های تاجیکستان مشکل جدی نامید. و از تحولات جهان اظهارات ناگهانی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ درباره غزه یکی از موضوعهای مورد بررسی‌های اخیر شده است. ترامپ 2 روز پیش گفت پیشنهاد دارد نوار غزه را ایالات متحده آمریکا تحت نظارت گرفته آن را برقرار کند، ولی حالا زیر دستانش میگویند چنین نقشه‌ها وجود ندارد. همکارم شهلای گلخوجه گزارش میدهد. پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تحت نظارت گرفتن نوار غزه و اخراج فلسطینی‌ها که از سوی یاوران ارشد او پشتیبانی شد، روز چهارشنبه انتقاد گسترده را در گوشه‌های جهان به بار آورد. پرزیدنت ترامپ یک متفکر خارج از چارچوب و پیشوای آینده‌نگر است. در یک نشست خبری کاخ سفید روز چهارشنبه سخنگوی ترامپ کیرالین لیویت پیشنهاد او درباره غزه را تاریخی توصیف کرد و گفت که رئیس جمهور عهدهدار نشده از نیروهای آمریکایی را به قلمرو محاصره شده فلسطین فرستاد. پرزیدنت عهدهدار نشده است در نوار غزه اقدام کند و همچنین اعلام کرد که ایالات متحده با سازی غزه را مبلغ گذاری نمی کند. حکومت قصد دارد با شریکان ما در منطقه برای بازسازی اینجا همکاری کند. ایالات متحده نظارت غزه را به دست می گیرد و ما در این منطقه اقداماتی خواهیم کرد. همگی 2 هفته بعد از آغاز دوره ریاست جمهوریش، ترامپ با اظهارات مبهم سیاست چندین دسته‌ای آمریکا را شکست و گفت که قصد دارد غزه را به بهشت خاورمیانه تبدیل کند. این اظهارات در حال بیان شد که پس از تقریباً 16 ماه بمباران اسرائیل این منطقه ساحلی تخریب گشته، طبق آمار فلسطینی‌ها بیش از 47000 نفر کشته شدند.
این سخنان او با واکنش تند قدرت‌های جهانی از جمله روسیه، چین و آلمان روبرو شد که گفتند این رنج و بدبینی جدیدی به همراه خواهد داشت. در همین حال عربستان سعودی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای این پیشنهاد را به طور کامل رد کرد. ترامپ در جریان معرکه پیش از انتخاباتی در سال 2024 و پس از بازگشتش به سر قدرت زیاد تاکید می‌کرد که به جنگ‌های به گفته خودش خنده‌آور خاتمه خواهد داد و به آغاز نزاع‌های دیگر مانع می‌شود. در جریان سفرش به گواتمالا کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو در یک تلاش واضح برای مقابله با موج انتقادهای جهانی اصرار کرد که پیشنهاد ترامپ اقدامی دشمنانه نیست. آن چیزی که پرزیدنت ترامپ دیروز اعلام کرد یک پیشنهاد و آمادگی ایالات متحده برای به عهده گرفتن مسئولیت برای برقرارسازی این منطقه است. ترامپ روز سه‌شنبه هنگام استقبال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید پیشنهاد خود را اعلام کرد، اما جزئیات نداد و گفت که او و تیمش پیشنهاد او را با اردن، مصر و دیگر کشورهای منطقه بررسی کردند. چرا تجلیل جشن 85 سالگی متفکر تاجیک اکبری تورسون برپا نشد؟ این یکی از پرسش‌های بود که امروز به مسئولین اکادمی علم‌های تاجیکستان داده شد. مسئولان بیکار شدن جشن را به وضع سلامتی دانشمند سرشناس ربط دادند، ولی بر اساس برخی اطلاعات دریافتی صحبت‌های او با رادیوی آزادی می‌توانست سبب بیکار شدن جشن باشد. ادامه موضوع در گزارش ارشاد سلیمانی و برات یوسفی. محفل خیره را برای همین آغاز کردیم. قابل جان خوشوقت‌زاده پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان میگوید تجلیل نشدن جشن 85 سالگی اکادمیک اکبری تورسون به اظهار نظرهایش در رسانه‌ها از جمله صحبتش با رادیو آزادی ربط ندارد. ما این گونه چهاربینیان را پای در پای میگذارانیم. از سبب که استاد کمی بیمار بودند ما نتوانستیم که این چهاربینی استادا برگزار کنیم. ما هم محفل خیره را برای همین آغاز کردیم که هم استادانی که در بین ما و شما نیستند، هم استادانی که سالهای طولانی 50-60 سال از استادان در اکادمی ملی علم‌ها فعالیت میکنند. ما برای همکاری در این سمت یگان مانعی در اکادمی ملی علم‌ها نیست. یکی از نزدیکان اکبری تورسون روز 6 فوریه در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که روزهای تجلیل از 85 سالگی سلامتی استاد خوب بود. پرزیدنت اکادمی علم‌ها همچنین گفت که ما از همکاری با رادیو آزادی کناره‌گیری نکرده ایم، در حالی که برخی نهادهای اکادمی علم‌ها پس از مراجعه خبرنگاران برای صحبت اجازه رسمی پرزیدنت اکادمی را طلب می‌کنند. صحبت با مسئله رادیوی آزادی در اینجا علمان شتگی هستند. فکر اندیشه خودشون بیان میکنن، یگان مانعی نیست. مقصد من هم چون پرزیدنت اکادمی ملی علم‌ها در اینجا علمان شتگی هستند. کدام شبکه‌ای که نباشد، کدام واسطه اخباری عمومی که نباشد، هر علم فکر اندیشه خودش رو چیکار میکنند، بیان میکنند. ما برای همکاری آماده هستیم در این سمت. این در حالی است که عالمان اکادمی از بیان اندیشه در مسائل عمده تاجیکستان و شرح و تحلیل روندهای کشور خودداری میکنند. صحبت رادیو آزادی با اکادمیک اکبری تورسون تیر ماه سال گذشته به افتخار 85 سالگی ایشان صورت گرفته بود. بعد از نشر آن که انتقادهای از نهادهای علمی و عالمان و دانشمندان اکادمی علم‌ها کرده بود، سر و صداها بلند شدند که اکادمی محض به همین خاطر از تجلیل جشن که قرار بود 4 اکتبر برگزار شود خودداری کرده است. آن زمان گفته شد که جشن روزی زبان سبب این حالت شده است، ولی منابع رادیو آزادی گفتند که مصاحبه انتقادی دانشمند به چندی از سروران خوش نآمده است. و برنامه در همین جا به آخر می رسد. سپاس که آن را تماشا کردید. بینندگان ارجمند، خبر و گزارش‌های بیشتر را درباره حادثه‌های تاجیکستان و جهان همیشه می توانید در وبسایت azadi.org و صحیفه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. با رادیو آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه‌های تاجیکستان را فراموش نکنید. تلفن‌ها در صحیفه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی هم هست. خدا نگهبان شما.